چقدر حرامخوری و زنازنی ها زیاد می شود. خود سال نو بجز فساد چیزی چرا دارد؟ کدام دولت را ببینید در اطراف یک ارچه یا در یک اطراف یک درخت 90% مردم مست هستند، مردم بی عقل و از هوش رفته هستند. و در این فساد چرا فرزند تو ای خواهر حجابدار من، چرا فرزند تو ای برادر توجیک حلال خوری ما استفاده کند و از این سال نو بگوی که نه فرزندم در زاویه میماند، فرزندم همراه نشود، معلمش با او مناسبت بد میکند؟ مگر ترس معلمه فرزند در قلب ما بالاتر یا ترس خداوند بالاتر؟ آیا اینقدر ما از یک معلمه روس یا از یک معلمه ببخشید یوبکا پوش میترسیم که او وقتی گفت به سال نو پول داده شود ما حتما میدیم، یا سری ما رو میبرد، جدا کند، یگان هفته معاملهش بد میشود یا از مکتب میراند؟ عقیده خود رو، توحید خود رو، ایمان خود رو، شخصیت مسلمانی خود رو برای یک شب نباید این